ایران یه لشکر 40,000 نفری از مهاجرای افغانستانی داره به اسم فاطمیون. این لشکر تا دندون مسلحن و همشون آموزش دیدن و تو جریان داعش تو سوریه مبارزه کردن و کلی هم تجربه جنگی دارن. از اینا عجیب‌تر اینه که حقوقی که میگیرن 5 برابر حقوق یه ارتشی ایرانیه و دولت بهشون زمین رایگان تو ملارد و کلی تسهیلات بانکی داده. قبلا هم ملت دولت رو عوض می‌کردن، الان دولت ملت رو عوض می‌کنه. این تصویری هم که می‌بینی نیروی انتظامی ایرانی نیست، به افغانستانیه. تازگی ها عکس‌هایی از طلبه‌های افغانستانی و پلیس افغان تو فضای مجازی دست به دست میشه. از اون روزی که دولت گفت هر مهاجری با دادن 100 میلیون اونم به صورت قسطی میتونه شهروندی ایرانو بگیره، جمعیت مهاجرای افغانستانی بیشتر شده. حالا این مهاجرا برای اینکه بتونن تو ایران زندگی بکنن یا طلبه میشن یا وارد نیروهای مسلح میشن. به نظر شما داره چه اتفاقی میفته؟ کی باید پیگیر و حضور بی‌رویه مهاجرا باشه؟ حتما نظرتون رو این زیر واسمون بنویسید.